سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خدا قوت. خسته کسب و کارتون نباشید. جلسه اول مینی دوره خرافات اساتید اینستاگرام رو شروع میکنیم. داخل این دوره میخوام در کمال ادب و احترام اساتید رو نقد کنیم و کلی نکته هم کنارش بهتون یاد بدم. امیدوارم که استفاده کنید. و اولش بگم که همونطور که نقد میکنم خوشحال میشم کسی منو نقد کنه و البته در راستای اون احترامی که داریم به همدیگه میذاریم. به هر حال من دوست دارم اصلا بیایم تو همین چارچوب بخوایم همدیگر رو نقد کنیم، ولی دلیل و مدرک هم بیاریم، حرف بزنیم با سند. خیلی کمک میکنه به افرادی که تو این پلتفرم دارن کار میکنن، تو پلتفرم اینستاگرام دارن کار میکنن. خیلی براشون خیلی چیزا واضح میشه، روشن میشه. هیچ دشمنی من با هیچ کسی ندارم به خدا و دوست دارم این فضا رو سالمترش کنم. اوکی؟ هر جایی هم دارم صحبت میکنم با سند و مدرک حرف میزنم. اگر سند و مدرک من رو قبول ندارید میتونید پاسخی بدهید و منم مجددا پاسخی میدهم توی جلسات بعدی. این است. بریم سر اصل صحبتامون. قطعا میدونم دوره پرچالشی خواهد شد، ولی امیدوارم که این جامعه اینستاگرام این قضیه رو بپذیرن، چون میدونم خیلی کمک میکنه به هممون، به همه کسایی که کاسبی دارن، به همه کسایی که بلاگر هستن، به همه کسایی که به قول معروف توی این پلتفرم به عنوان حتی مصرف کننده هستن و امیدواریم این پلتفرم رو درستش کنیم. این از این. من کلی ویدیو برای این جلسه آماده کردم که فکر نمی‌کنم همه‌شو برسیم نگاه کنیم. یه تعدادشو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. دانلودش کردم، حرف می‌زنیم راجبش و از اینجور داستان. اول ویدیو رو یک بار می‌بینیم، بعد دونه دونه راجبش صحبت می‌کنیم. 12 بار پروفایلمو چک کرده. این آپدیت جدید اینستاگرام. وای 12 بار پروفایلمو چک کرده. کجا فهمیدی؟ این آپدیت جدید اینستاگرام، هر کس پروفایلتو چک کنه واسه نوتیف میاد. تو هم بیا اینجا بگم چجوری فعالش کنی. وارد اکانت اینستاگرامت شو، گوشیتو چند بار تکون بده. تو صفحه‌ای که برات باز میشه گزینه ریپورت پرابلم رو بزن و تو صفحه بعدی گزینه اول رو بزن. متنی که تو کپشن برات نوشتم رو کپی پیست کن و گزینه سند رو بزن. اگه نتونستی متن رو کپی کنی کافیه کلمه متن رو کامنت کنی تا من متن رو برات دایرکت کنم. من بیارم رو قلاب ویدیو. رضا گلزار check your profile photo. اصلا ما همچین نوتیفی نداریم. بعد جالب میدونی کجاست؟ بریم خود ویدیو رو ببینیم. 118,000 تا کامنت که متن رو برام بفرست. 118,000 کامنت. به خدا موندم. 3 میلیون ویو. اصلا ما همچین دکمه‌ای نداریم. گوشی رو خوب تکون ندادید. یعنی ببینید، میخواین مدرس اینستاگرام بشوید کافیه محتواهاتون رو اینجوری ضبط بکنید که این امکانات اومده، میخوای فعالش کنی گوشی رو تکون بده این متن رو بفرست. این امکانات اومده گوشی رو تکون بده این متن رو بفرست. این امکانات اومده این گوشی رو تکون بده این متن رو بنویس. من یه سوال دارم، مگه نمیگه رو گوشی خودش فعاله؟ بیاد اینو نشون بده.
بیا همین رو نشون بده ببینیم کجا. یه دونه لایو بگیره، یه ویدیو بگیره، مثلا بگه آقا من اینجای گوشی من فعاله، مال شما فعال نیست. و میدونید جذابیت این ویدیو توی قلابشه، علاوه بر اینکه موضوعی داره که آدم‌ها خیلی دوست دارن پی ببرن. وای 12 بار پروفایل این قلابی که میزنه، میگی چی میگم؟ خیلی جذابش کرد. موضوعش هم خب موضوعیه که آدم‌ها خیلی دوست دارن. و این نکته بهتون میگم، وقتی من میگم تولید محتوا کنید واسه بی سوادترین آدم، دقیقا داستان همینه. چقدر من تو تک تک دوره ها گفتم آقا فرض کنید مخاطب‌های شما آدم‌های بسیار بسیار بی سوادن و بعد شروع کنید موضوع پیدا کنید و تولید محتوا کنید. باشه، این میشه یه نمونهش. شما فردا میتونی یه محتوا درست کنی، اینا مثلا دارن ویو منو نگاه میکنن، حالا چه جوری؟ مثلا کافی یه اسکرین شات درست بکنی از ویو استوریت، بعد کنار اسم طرف بری با فتوشاپ یه حرکتی، یک نمادی چیزی رو داری، نماد سین که مثلا یا اسکرین شات. گوشی من داره، برای اینکه فعالش کنی تو هم تکون بده، این متن رو بفرست، وایرال میشه. یا مثلا هر اکانتی چند بار اینو میبینه، بعد میاد نشون میدی با فتوشاپ درست میکنی اکانت 3 بار مثلا عدد فلان رو بفرست، تکون بده این متن رو بفرست. میگه عواقب منفی نداره. آقا یکبنی اون آدمایی که جذب میکنن آدمای استانداردی هستند، یعنی در راستای پیج ایشون هست، میتواند باشد، ولی تقریبا میشه گفت خیلی هاشون نه. ولی خب بچه اگه 100,000 تا هم اگه توشون باشه خب خیلیه، نه؟ فردا بشینیم زرد تولید محتوا کنیم. یه خودتون میگید. حالا ببینیم متنش چی گفته. My contact does not have future this. میگه امکاناتون available to another account could be please کنه برای من فعالش کن. بریم بعدی. من این قلدر رو وایرال کردم ولی یه مسئله دیگه. خب میشه این زردا رو آقا مخفی کن. یعنی اگه دوست جان میشه این محتوای زرد رو تولید کرد، آخرش درستشو گفت. بیای بگی اینا چیزای علکیه که میگی، مثلا اینجور چیزی نیست. ببینید اصلا من این ویدیویی که دارم میگیرم رو میخوام بذارم تو یوتیوب، دقیقا میخوایم تیکاش رو ضبط بکنیم و بذاریم داخل اینستاگرام. دقیقا با همین سیاست تیکاش رو ادیت بزنیم به قولی و بذاریم داخل اینستاگرام. یه دونه دیگه. بعد بچه اینا ویو میلیونی دارن ها. فالوینگاتو مخفی کن. یعنی اگه دوست نداری شخصی ببینه که کی تو رو فالو کرده یا تو کیو فالو کردی، این ویدیو رو تا آخر ببین. اول بریم که اکانت کسی که نمیخواد فالوورا و فالوینگاتون رو ببینه، از بالا این سه نقطه رو کلیک کنیم و گزینه اول رو بزنید. اینجوری کل فالوورها و فالوینگاتون براش مخفی میشه. اگه بازم از این آموزشا میخوای حتما بریم تستش کنیم. از بچه‌هایی که توی این پیج الان سر کلاس من هستند، خانم غزال پارسا هستش. آره چی کجا بفرمایید. خب بچه‌ها میگه که اگر
گوش بدین یه بار دیگه. پیجمو فالو کن. فالوینگاتو میگه اگر شما یک پیجی رو ریستریکتش کنی، اون فالوور و فالوینگ تو رو نمیبینه. این داره این میگه فالوور و فالوینگ تو رو نمیبینه. من الان میرم خانم پارسا رو دکمه ریستریکتش رو میزنم. اوکی، الان خانم پارسا ریستریکت شد. خانم پارسا الان برو فالوور و فالوینگ های منو نگاه کن ببین میاد بالا یا نه. چشم. تو یه توضیح بدم راجع به ریستریکت. ببینید مثلا یک نفر دایرکت بهتون میده، نمیخواین بلاکش کنین، نمیخواینم دایرکتاشو ببینین، ریستریکت رو میزنین میره تو قسمت ریکوستا. اوکی، چی شد خانم پارسا؟ من همه رو میبینم دکتر. مثلا مسئله این موضوع درست نیست. من ریستریکت هم کردم. اگر میخواین یک نفر چتاشو بخونید ولی سین نخورین، گزینه ریستریکت خیلی جذابه. گزینه ریستریکت رو میزنین و میرید چتشو میخونید. خانم پارسا یه زحمت میشه یه پیام به من بدید؟ یه پیام به من بدید. دادید؟ بله دادم. خب الان من ریستریکت رو میزنم. خب بعد میرم مسیج رو میزنم، نوشته سلام دکتر. الان سین خورد خانم پارسا؟ نه دکتر هیچی نخورد. سین نمیخوره. چه جالب. و راحت میتونید چت طرف رو بخونید و دوباره برگردین عقب و از سین چه کمکی میکنه بچه‌ها اگه سین؟ حالا یکی بگه واقعا این به چه دردی میخوره، حالا بخونه یا نفهم. مثلا یه عده هستن چت زیاد میکنن، پیام زیاد به شما میدن، برای که نوتیفشون اذیتتون نکنه و به قولی اصلا نمیخواین چتشو باز کنید و بخونید، ریستریکتشون کنید. اذیتتون نمیکنه دیگه، از جلو دستتون میره. در این حال هم نمیخواین بلاکش کنید. این است. اینم دیدید که حالا این چقدر ویو داره بیایم نگاه کنیم. اینستاگرام جای بسیار بسیار عجیبی است. من از در بیار من بفهمم پیامم خوندی. نه دادم باشه. بنده خدا ما رو هم فالو داره. من عذرخواهی میکنم خانم عراقی عزیز، ببخشید. آره من عذرخواهی میکنم. تو اکسپلور بود سیو کردم گفتم راجبش بریم صحبت کنیم. 317,000 تا ویو خورد. آقای اکبری فالوورایی که میگیره هدفه، بازم میگم نه، ولی توشون هدف هست. خب گوش بدین، توشون هدف هست. ولی فردا روز اگه پیجتون شد 100K بعد دیدیم اندازه 5K فروش ندارید، انتظار نداشته باشید. میگیرید چی میگم؟ چون اونا برای همچین سبک محتواهایی اومدن. با جنس مخاطبهایی که دارید میارید سمت پیجتون تقریبا نزدیک به سبکی باشه که از روز اول بهش فکر کردید. من الان بعضی از مدرسا رو دارم میبینم راجع به کامل رفته راجع به AI داره صحبت میکنه. داستان فرق میکنه. مثلا کلا سیستم فرق میکنه. ببینید چه هدفی دارید و بر اساس اون هدف تولید محتوا کنید. خیلی کارها میتونید انجام بدید که ویو بگیرید، ولی خب فالووری که به شما میدهن باید اون سبکه رو درست بکنید تا دوباره براشون جذاب باشه. این است. بریم یه دونه دیگر هم ببینیم. اینو بذاریم برای بعداً چون یه ذره طولانیه. اینو وای سرم بزنم تو دیوار. فعالیت فالوور بگیرید. چجوری بدون فعالیت فالوور بگیرید؟ وارد هوم اینستاگرامتون میشید، از بخش دایرکت تایپ کنید instagram.com
وارد سایت که شدید پیج خودتون رو میاره، پروفایل رو بزنید، ادیت پروفایل، میایید پایین، آخرین گزینه رو باید روشن کنید، دکمه آبی رو میزنید تا تمام. برای رشد سریع‌تر پیجت میپرسم چجوری بدون فعالیت فالوور بگیرید؟ الان این کار چه ربطی داشت؟ چه ربطی بدون فعالیت فالوور بگیرید؟ یعنی قلاب جذاب و همه مردم دنبال تیکن. به خدا همه مردم دنبال یه تیک رو روشن کنن. و این نکته رو بهتون بگم، بذارید من خودم برم توی اینستاگرام و همین نکته رو بگم، بعد ویو ها رو شما ببینید. کامنتاشو باز میکنی، کامنتاشو بخونی. چشم. 2,300,000 تا کامنت ها رو ببین. همین کار رو میکنیم اما هیچ تیکی رو نشون نمیده. پین کرده، احتمالاً جوابش هم داده. روی ادیت پروفایل میزنید تیک. خب سوال پرسین تیکه کجاست؟ کامنت بعدی. چرا من میزنم پیجم میاد بالا ولی چنین صفحه نمیاد؟ جوابشو داده. در راسته من نمیدونم چطور انجام بدم. بقیه دست، قلب، چش، قلبی. سلام، منم وارد سایت میشم پیج. انگار که میدونه اینستاگرام اینا رو به کی نشون بده. کسایی که البته بگم ما توشون هستن ممکنه کامنت هم پاک کنن و عجیبه واقعا. میگم اینستاگرام کمیونیتی رو داره تشکیل میده. یعنی تو محتوایی که داری درست میکنی وارد یک جامعه‌ای میشه که این جامعه دنبال همچین اتفاقاتی هستند. عجیبه یه دونه کامنت هیچ نخورده. حالا یعنی مثلا هیچ همکاری نبوده بیاد به آقا مثلا جون. ببین البته اینو بهت بگم اینقدر تعداد اینا زیاد شده همکار دیگه واقعا حوصله نمیکنه بیاد کامنت بزنه. اینم هست. این از این. و نکته‌ای که گفتش اصلا چه نکته‌ایه؟ بذارید من یه چیزی بهتون بگم. ببینید تو هر پیوی هر کسی بنویسیم instagram.com اصلا نیازی به www نداره دوستان عزیزم. instagram.com چرا داخل پیوی میفرستیم؟ برای اینکه چون داخل اکانت خودمون هستیم داخل پیوی بفرستیم از طریق اکانت خودمون وارد تحت وبش میشه. گرفتین چی میگم؟ شما از طریق مرورگرتون هم میتونید وارد بشید. بنویسید مرورگرتون بنویسید instagram.com فقط با لاگین کنید اونجا. ولی از طریق پیج خودتون توی پیوی یک نفر بنویسید instagram.com خود به خود لاگین شده، ورود پیدا کرده به پیجتون. دیگه اذیت نمیشید 2 ساعت یوزر پسورد. وقتی وارد میشیم بخش پروفایل رو میزنید، اون پایین هست، رو عکستون کلیک کنید بخش پروفایل بیاد. بعد ادیت پروفایل رو میزنید، میایم پایین یه گزینه هست نوشته show icon suggestion on profiles. این به صورت پیش‌ورز روشنه، به خدا قسم. اصلا کسی هست پیج بزنه بعد بیاد تحت وب رو باز کنه بعد این تیکو خاموش کنه؟ دیوونه است اصلا. این تیک به صورت پیش‌ورز روشنه، تو رو خدا از این تیک بکشین بیرون دیگه. هی میگن این تیک رو باید روشن کنی. این 3 تا تنظیمات رو باید انجام بدی، یکیش همینه. این تیک رو باید روشن. تیک روشنه، تو رو خدا بکشین بیرون از این تیک. کسی هست پیج بزنه بعد بیاد instagram.com رو بزنه بعد وارد بشه لاگین بشه بیاد تو قسمت پروفایل بعد ادیت رو بزنه بعد تیک رو خاموش کنه؟ اصلا این تیک هم نذاشتن جلو دست تو که یهو دستت بخوره. این تیک روشن، این تیک میگه آقا من پیشنهاد دادم به بقیه، روشنه، تو رو خدا بکشین بیرون از این تیک. بعد این چه ربطی داره به اون قلابی که حالا شما گفتید؟ من نمیفهمم به خدا. ببینید ویدیو رو. چجوری بدون فعالیت فالوور بگیریم؟
این از این. یه دونه دیگه هم بررسی کنیم و به نظرم کافیه برای امشب. اینم طولانیه، بذاریمش برای فردا شب دیگه، کافیه برای امشب. این از این. اگه بخوایم فالوور برای فروش واقعی رو داشته باشیم یعنی باید محتوای زرد بسازیم. کی من این حرفو زدم؟ بچه‌ها محتوای درست تولید کردن یه ذره سخت وایرالمون میکنه، ولی خب یه ذره سالم‌تره دیگه. میگم یه ذره سالم‌تر شد پیام. میگم برای اینکه در واقع فالوورای فروش واقعی، فروشی که شما میگین مثلا پیجی که 100K داره ارزش همون 100K درآمد داشته باشه، اون وقت باید ما ادمینا همین حوزه اینستاگرام 80% محتواهامون رو زرد نسازیم. درسته؟ بله. یا اگه بخوایم بسازیم، و اگرم تصمیم گرفتی زرد بسازی همه رو زرد بساز، چون اگه زرد نسازی دیگه ویو نمیخوره. میگیری چی میگم؟ حالا جلسات بعدی راجبش بیشتر صحبت میکنیم. بچه این جلسات خیلی تخصصی صحبت میکنن، حالا این جلسه خیلی کلیات بود. من انشالله امیدوارم که بازخورد خوبی داشته باشه. در کمال احترام نقد میکنم، نظرم رو میگم. هر کسی نظر مخالفی داره میتونه بیا توضیح بده. منم هر کسی نقد کرد با دیده منت قبول میکنم ازش و هیچ مسئله‌ای نداره. به هم دیگه کمک کنیم که این فضا رو بهتر و بهترش بکنیم. و سلام. خوب بود بچه‌ها؟ دوست دارین؟ عالی. نه جدی دوست داشتین مثلا این سبکا رو که بیام اینجوری آنالیز کنیم، بررسی کنیم؟ میگم برای من خیلی جذاب بود. یعنی من خودم 2-3 تا از همینا رو رفتم امتحان کردم، دیدم فایده ای نداره. مثلا استاد این مدل آنالیز کردن انگار کل دوره اینستاگرام رو یه بار برای بچه‌ها مرور میکنه. خیلی عالی. مرسی، متشکرم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. انتهای کلاسامون سعی میکنم یک جلسه صحبت کنم و خیلی کوتاه، در 20 دقیقه جمعش کنم. مراقبت کنید از خودتون. فکر میکنید بازخورد خوبی داره؟ مثلا آپلودش کنیم تو یوتیوب، اینستاگرام؟ دکتر همین که تیکه‌هاشو ادیت بزنید برای خود اینستاگرام قطعا بازخورد خوبی داره. و یه پیشنهاد میشه بدم؟ جانم. این لینکو که بعدش دوباره شروع میکنید راجع به این تو اون گروه کلاس پرسش و پاسخ بذارید که بچهای دیگه هم بیان دیگه، جذاب‌تر میشه به نظر. حتما. آقا شبتون بخیر. وقت یه سوال، اینا شکایت نمیتونن بکنن از شما؟ برای چی؟ چرا شما دارید در مورد اینا صحبت میکنید، فردا خود اینا 60 تا شب باید کل مملکت همدیگه رو دستگیر کنن که هم داریم راجع به همدیگه صحبت، یا حداقل شما رو استوری کنن. در کمال احترام گفتم. هیچ مسئله میدونم، هیچ مسئله مگر اینکه منو استوری کنن که بخوام مثلا بگن نه این برای دیده شدن داره این کارو میکنه. آقا اگه بخوایم حرف درست رو نشون بدیم چرا این کارو نکنیم؟ بذار اصلا برای دیده شدن باشه. درست. میدونی چی میگم؟ اونا برای دیده شدن چند میلیون آدم رو سر کار گذاشتن. طرف بلاگره، ببخشید عذر میخوام، طرف بلاگره برای دیده شدن تمام قلاب ها 3 ثانیه ویدیو شده، از ببخشید معذرت میخوام از باسم طرف شروع میکنه، بعد ویو میلیونی میگیره، بعد یه نفر میاد به قول معروف اینا رو نقد میکنه. حالا نقدش یه ذره زبانش تنده، من که اصلا حالا مخاطبه خاص خودشو داره، من تایید و اینا نمیکنه. اونم میاد ابتدای ویدیو اینو میذاره و اونم وایرال میشه، یه جوری داره از اون استفاده میکنه. چیکار کنیم؟ الان کی مقصر این وسط؟ اونی که از اون قلاب عجیب غریب استفاده کرده یا
اتفاقا همونم دیدم، با خودم هم گفتم مؤدبانه دارم صحبت میکنم، کاملا در کمال احترام. هر کسی هر نقدی چیزی داشت به من میتونه ویدیو درست کنه، میتونه حتی سر کلاس من بیاد، به خدا قسم لینکشو بهش میدم بیاد سر کلاس دفاع کنه، جلسه بعدی باهاش صحبت میکنم. یعنی میتونی، دعوت میکنم ازتون سر همین کلاس تشریف بیارید، با همدیگه صحبت میکنیم. و آقا اصلا مشکل از سمت من بود، همون رو من میذارم داخل یوتیوبم و پیجام، نگران نباشید. اگر دیدم حق با من نیست. مخلصم. شبتون بخیر باشه. کاملا دوست داره برای درست کردن این فضا. شبتون بخیر. فعلا خدا نگهدار.